ورزشگاه مرکزی ناحیه وسه برای برگزاری بازی‌های لیگ عالی مملکت با معیارهای استانداردی مطابق گردانیده می‌شود. پیش از آغاز چمپیونات جمهوری اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ اول تاجیکستان کارهای ساختمانی مطابق گردانی ورزشگاه با صورت ادامه دارند. خط حمایوی میدان فوتبال در یک قسم ورزشگاه کارهای تاکورسی پیوست نمودن پنجره‌های آن الکی انجام یافتند. در ورزشگاه حجره وزن نمودن لباس ها، نقطه آبازی مهیا با آب گرم و خنک و دیگر شرایط مساعد دمگیری برای بازیگران فراهم آورده شدند. ما اطراف میدان پنجره خطی محکم کردیم و روزهای نزدیک به اتمام میرسانیم. الان پنجره را تیار کردیم در جای استا خانه مقصد و کماند هم چه دیدین تیاری خدا آمادگی خدا برای موسم 2024 دیده ایستادن و باوری داریم که ما سر وقت هم پنجره را هم میدان هم جای لباس عوض کردن از سر وقت تمام میکنیم و یک بازی خوب با میدان خوب در ناحیه در سال 2024 نشان میدیم. در چنین شرایط مساعد ورزشی فوتبالبازان دسته هولبوک واسه با مفصل نوی بازی فوتبال با چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اول آمادگیشان را به طور جدی دیده ایستادند. هولبوک امسال بهترین فوتبالبازان منطقه کلوب را جلب نموده است. مقصد دارد که تابع مخلصان بازی فوتبال را با بازی‌های جالب و دیدنی شاد گرداند. یادآور می‌شویم که سال گذشته در جنبسته چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ اول مملکت هولبوک واسه جای افتخاری را به دست آورده بود.